دیگر درود بفرستم به همه ناظرینی که همین لحظه ها در پخش مستقیم آزادی ویدیو ما رو تماشا دارند. شاله گلخوجه هستم. ساعت رسو 10 به وقت پراگ در خدمت شما عزیزان با سرخط خبرهای روز و همه شما رو ساعت 1 به وقت پراگ در پخش مستقیم باز منتظر میشوم و این بار در برنامه خبری با تفصیلات گزارش‌های روز از تاجیکستان و جهان. خب خود رو از 11 آشیانه به پایان پرتافت. هلاکت یک نوروز در مرکز دوشنبه باشندگان محل حادثه رو در تعجب گذاشته است. مادر این پسر بچه میگوید اون نو صنف هشتم رو ختم کرده بود. به ادعای مادر چند پیش پسرش گویا با نورسی مناقشه کرده است و کارمند ملیسا با او تهدید نموده است که کارش رو تا به سود میکشد. به گفته مادر این نوروز از پدر یتیم مانده زندگی وزنی داشتند. همکاران ما کوشش میکنم تا برنامه خبری در یک گزارش تفصیلات این فوجعه رو برای شما بینندگان عزیز نمایش بدهند و هم تا اندازه عامل‌های به این عمل تحریک دهنده رو معلوم نمایند. علاقه قطع شد و چرا روزی گذشته به مدت چند ساعت ساکنان در بعضی مناطق شمال تاجیکستان از علاقه موبیل محروم بودند. روزی گذشته بعضی کاربران آزادی ویدیو شکایت داشتند که مشتریان شرکت تسل میباشند و علاقه موبیلشان دستنورس است. چنین شکایت‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز جوی داشت. در برنامه خبری در این باره برای شما خواهیم گفت و هم میبینیم که آیا علاقه برقرار شده است یا نه. تفتیش ناگهانی و حالت آماده باش. روز گذشته وزیر مدافع روسیه خبر داد که در اوکروگ نظامی مرکزی تفتیش ناگهانی نیروهای مسلح آغاز یافته است. هدف آن ارزیابی آمادگی نیروهای مسلح روسیه و تامین امنیت در آسیای مرکزی ارزیابی می شود. خب با نگاه میاندازیم به این موضوع همین گونه در برنامه خبری. جانشان رو زیر خطر گذاشتند اما نوروز را نجات دادند و یا باز یک قهرمانی دیگری ماجرای تاجیک در روسیه. در برنامه امروز درباره آن خواهیم گفت که چگونه یک گروه از زادگان تاجیکستان یک نوروز روس را از غرق شوی نجات دادند. ضمن همین گروه ماجران سال گذشته نیز یک زن را با کودکش از آب برآورده از مرگ رهانده بودند. هرچند بعد این کمیته حالتهای فوق‌العاده که وعده قدردانی را برای آنها داده بود از این مهاجران به قبل فراموش کرد. اگر بعد 3 ساعت دیگر برنامه را تماشا کنید امکان دیدن نوارها را از لحظه نجات کودک خواهید داشت. و طیبان تاجیک همکنون تجربه پیوندسازی را به همتایان خارجی خود می‌آموزانند. برای اولین بار در دوران استقلالیت طبیبان روس به تجربه آموزی در مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته انسانی تاجیکستان شروع کردند. بنا به اطلاع مرکز پیوندسازی تاجیکستان در نیم سال اخیر در این مؤسسه بیش از 70 عمل پیوند گرده و جگر انجام شده است. در این میان شمار شهروندان خارجی هم زیاد است که برای پیوندسازی این کشور را انتخاب کردند. خب چون و چرا این موضوع را در برنامه برای شما پیشنهاد خواهیم کرد و بینندگان عزیز شما در پخش مستقیم این صبح زیاد درباره رجیستراسیون در روسیه از ما پرسید که آیا در این سمت یگان نوگانی هست یا نه، یگان تغییرات هست یا نه. خب ما تلاش میکنیم که تا شروع برنامه خبری به این سوالهای بیشماری شما پاسخ یابیم و همکاران ما با کارشناسان در روسیه همین حالات تماس میگیرند و فکر میکنم تا 3 ساعت دیگر ما به این پرسش شما پاسخ خواهیم داشت. همین گونه همکاری بیشتر را از شما منتظریم بینندگان عزیز و تا آن دم شما را در برنامه خبری منتظر میشویم. ساعت 1 با وقت پراگ، ساعت 4 با وقت دوشنبه و ساعت 2 با وقت مسکو.